بعد همیشه کسلا یک چند نمودی کسلا افتاده کن اساساً که اونجا مواجه کردن نمیشد. یکی از اینها راه شتویت نزلیزی گفتن همه باید سبب همین کدی اینجا همه قدر حرکت کردن که اخیراً در خودشون فهمیدن که این کسل مواجهت کردن نمیشد کسل. بعد ما گفتن که گوجان الهی شود اگر بر وقت در خانه ببریتون میاد. اینجا پیش خودشون راه میگشتن برآمده رفته درونی بانی ریانیمات سخور رفته که بودن میگشتن این طرف به این در همین خیلی غلط با آمدمون درونی یک موضوع دنده که راه گشتن بسیار مشکل شد. من خودم گرفتم میبردم دستوری گرفتم میبردم بیگو خود نداشتم میشتم و با خودشون من میکردم. 21 سال زیاد از 21 سال راهبری گاسپلن ریسپوبلیک بودن که تمام انشاءات های در ریسپوبلیک شده نشانه این مرد بزرگ باشد. مثال ها در آن است که یکی از بزرگترین انشاءات ها این آلومینی زواد، یکی از بزرگترین انشاءات که در جهان نیست تونل دنقره که زیاد از 14 کیلومتر اساسی باشد، 7 کیلومتر دیگر از یانش. این مرد بزرگ شب و روز برای خلق خودش خدمت کردگی. این کار شما به زیان و ضرر این ملت و این کشور است. این گونه به ترتیبی ها و به نظامی ها این کس سختگیری خیلی مشترک نگفت گپ زمینزدگی نبودم. این کس بسیار رحمدین و همون وقتی جنجال با آدمی سختگیر لازم بود، آوازدار لازم بود که جنجال کرده کمداری کرده نشد. همون به همین قواهای سیوم هم گفتیم که پیدا شده مبلغ داده داد و فریاد و نیست بود کمونیست های نیست بود حکومت و نیست بود کمیته مرکزی اینا مجبور ساختن که میتینگچیان روی حولی همون وقتی کمیته مرکزی من کار میکردم مجبور ساختن که به استفاده اون کس تیار بودن و یک کس برآمد کردن از آنها گفتن که استفاده من فایده کار تاجیکستان شود و تاجیکستان تین شود من میرم. لیکن دیگرها گفتن که چی میره؟ ما مثلا گفتیم چی عیبتان هست شما؟ خودشون گفتن که من میرم لیکن بعد پشیمان میشویتان. همین خیلی سخنشون است. در جامعه نوین تاجیکستان خدمت قهار محکم است کمتر از رسول فدیگرها نیست. بنابراین وقت این لحظه ها بسیار میخواهم که مردم عزیز کشور بدانند همین گونه انسان ها اینا جاویدان هستند. برای آینده تاجیکستان خدمت خودشون کردند. بنابراین در همین لحظه ها بسیار میخواهم که مردم عزیز تاجیکستان بدانند که قهار محکموف یک انسان یک رو، یک قبله، انسان بسیار برکمال و انسانی بودند که تمام تاجیکستان برایشان یگانه بود.